خب عرض سلام خدمت دوستان. در خدمتتون خواهم بود با بررسی وضعیت تکنیکالی بازار. خب من حالا برخلاف دفعات گذشته بازار جهانی رو بررسی نمی کنم، چون روز شنبه تو وبینار طلا بررسی کردیم. اتفاق خاصی هم تو بازار جهانی نداشتیم که حالا بخواد تغییر خاصی پیش بیاد. با نمودار دلار شروع می کنم. خب دلار از این هفته قبلم گفتیم از این مقاومت داینامیکی داشت عبور کرد، هولوش 78,000 تومان بود و بالای 80,000 تومان هم تقریبا داره تثبیت میشه. احتمال این که حالا یه فاز کاهشی تو تایم فریم های پایین تو دلار داشته باشیم وجود داشت که خب حدس میزنم تا نزدیک 78 تومان پایین بیاد. شاید الان همین اتفاق بیفته همچنان، ولی با یه فاز استراحتی باز روند کلی دلار به حال میدونیم که صعودی خواهد بود. در مورد دلار روز شنبه صحبت کردم. ممکنه که حتی تو مدت زیادی دلار مثلا بین 80 تا 85 تومان بمونه، یا حتی 75 تا 85 اگر شرایط نرمال باشه و اینکه حالا سال آینده متناسب با تورم دلار رشد کنه دیگه. مثلا ما انتظار داشتیم ارزش تورمی دلار تا پایان امسال 85 تا 90 تومان باشه دیگه، که خب داره به اون محدوده میرسه. سال دیگه این ارزش تورمی میرسه مثلا به 120 تومان. خب در شرایطی که حالت عادی باشه. اگه بخواد این شکلی حرکت کنه، دوران نمیاد این شکلی حالا آروم آروم از الان روزی مثلا نیم درصد مثبت بخوره تا آخر سال برسه به مثلا آخر سال آینده برسه 120 تومان دیگه. میاد یه مدتی مثلا نوسان میکنه، ممکنه حتی چند ماه بین 80 تا 85 تومان بمونه، بعد یهو دوباره سال آینده همین موقع یه جهشی بکنه به سمت بالا. معمولا بازارها این شکلی حرکت میکنن دیگه. پس اینکه حالا دلار موقتا کاهشی باشه احتمالش به حال وجود داره، ولی خب فعلا بازار منتظر ترامپه، منتظر ببین ترامپ چی میگه. این تصمیماتی که به هر حال خواهد گرفت، اتفاقاتی که خواهد افتاد تاثیر میذاره روی بازار. از نظر این که حالا بازار نگران جنگه، من واقعیتش خودم خیلی با اومدن ترامپ حتی شانس جنگ رو یکم کمتر میدونم. اگه اون حجم سرمایه‌گذاری ترامپ، سرمایه‌گذاری شخصی ترامپ رو مثلا ما ببینیم روی کشورهای عربی و حتی از اون طرف حتی آذربایجان، بعیده بیاد مثلا با ایران وارد جنگ بشه. خب میدونید اگه ایران با آمریکا وارد جنگ بشه، تنها جایی که ایران دستش میرسه بهش کشور عربی ان دیگه. خب ترامپی که این همه سرمایه‌گذاری شخصی کرده، هیچ وقت من فکر می‌کنم منافع شخصیشو نمیاد اینجا به خطر بندازه و از این جنبه شاید بشه این احتمال رو داد که حالا ترامپ بیاد از بعد جنگ نظامی یکم خطر رو دور کنه، ولی از اون طرف ترامپ خب دنبال تضعیف ایران هست دیگه. یعنی احتمال زیاد همون بحث تحریم و جنگ تجاری را پیش میبره تا اینکه جنگ نظامی پیش ببره. حالا این دیدگاه حتی فرق نمیکنه، اون جنگ تجاری آسیبش بدتره ولی ترسش کمتره. بازار بیشتر معمولا از جنگ نظامی میترسه. حالا در این صورت میگم اگر جنگ نظامی اتفاق نیفته، دلار متناسب با اون ارزش تورمی خودش بالا میره و با همین روندی که تا اینجا داشته پیش میره. کوتاه مدت دلار رو ببینیم، به نظر میاد که الان یه حرکتی رو داره میکنه، دوباره اومده بالا 81. ممکنه این حالت ABC که میگم اتفاق بیفته، یعنی دوباره از فردای افزایش عرضه داشته باشیم، دوباره برگرده به هولوش اون 78 تومانی که یه جوری پول بک بشه به این سقفه. پول بک میتونه همینجا هم تموم شده باشه. حالا اگه یه سقفا بزنه میتونیم بگیم مثلا همین یه فاز بود، ولی معمولا میدونید که پول بک ها یه حالت سه‌بازی یکم درجا زدن رو دارن. خود اسیلاتور هم کلاس صعودی تو کف داده، یعنی این امکان وجود داره که از اینجا حرکت کنیم، ولی اگر بازه بلند مدت ترش رو، اگر RSI 21 رو انتخاب کنیم، اونجا هنوز کلاس صعودی اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ممکنه که حالا این فاز افت اتفاق بیفته، با یه تأخیری این کلاس پیش بره و ممکنه این اتفاقات کوتاه مدت بیفته که خب مهم نیست. حالا ما که $2 معامله نمی‌کنیم، در کل برای بورس هم خیلی اهمیت نداره، ولی خب دوستان خیلی براشون بعضن کوتاه مدت دلار مهمه که واقعیتش خیلی قابل پیش بینی نیست. بیشترین سوالایی که مثلا از من میشه تو تماس تلفنی این که من طلا رو امروز بخرم یا فردا بخرم. واقعا این گفتنش، اگه یه چیزی بگم الکی گفتم، نمیشه اصلا. نه با تکنیکال میشه این شکلی پیش بینی کرد،
اونم تو بازاری که هیجان و نوسانش بالاست، تصمیمات آنی گرفته میشه که کنترل بشه. یه روز رمز ارز رو میبندن، یه روز رو فشار رو تتر ایجاد میکنن، یه روز با خبر این اتفاقات میفته. پس کوتاه مدت بررسی کردن بر اساس نمودار توی بازاری که این شکلی هست یه مقداری معنی نداره. حالا کوتاه مدت بریم تو بازار فارکسی که خب چارت داریم، تایم فریم پایین داریم، بررسی کنیم بگیم آقا مثلا یه ساعت دیگه این میشه. ولی تو بازار دلار و طلا تو ایران خیلی دنبال این قضايا نباشید. دنبال نوسان گرفتن هم تو این بازارا نباشین چون ضرر میکنید. طلا به درد خرید و نگهداری میخوره، به درد این کارا نمیخوره واقعیتش. اونس طلا رو حالا ببینیم بد نیستش. اونس طلا پیش بینی این بود که از اینجا وارد یه موج 4 بشه، تقریبا 2-3 ماهی هست که داره ملایم پیش میره. پیش بینی فکر کنم یه پیش بینی صادقی از اون صندوق بین‌المللی پول بود یا جای دیگه بود که گلدمن ساکس بود که در مورد طلا گفتن که پیش بینی میشه سال دیگه به $3000 برسه، ولی حالا با یه تأخیری. تکنیکالی هم به این میخوره دیگه که احتمالاً وارد یه فاز اصلاحی موج 4 داشته باشیم و شاید از چند ماه دیگه 3 تا 6 ماه دیگه دوباره یه موج صعودی داشته باشیم به سمت 3000 و بالاتر. فکر میکنم تا یک سال آینده تو این موقع دلار هولوش 3000 تا 3500 بین این محدوده باشه. 3000 به نظرم حتی خوشبینانه تر است، بین 3200 تا 3500 رو ببینه. ولی این شاید موج آخر این فاز باشه، بعد از این یه مدتی طلا تو حالت ایستایی بمونه که خب خیلی فاکتور بستگی داره. فعلا پیش بینی لازم نیست بکنیم، ولی میشه انتظار داشت این چرخه‌ای که داریم می‌بینیم حتی اگه اصلاح داشته باشه یه صعود دیگه داره و سرمایه‌گذاری رو طلا اون بازده گذشته رو نداره مثل این موج و این رشد رو، ولی خب میشه همچنان به عنوان گزینه هم برای پوشش ریسک روش حساب کرد. نمودار سکه رو که ببینیم یه واگرای منفی اینجا داره، خب وارد فاز اصلاحی هم شده، به همین دلیل احتمال داره که سکه کم کم با توجه به اینکه اونس طلا هم تو فاز اصلاحیه، اگر دلار نه از سقف بزنه هیجان بیفته بهش، بیاد تا کف این کانال حداقل برسه، یا اینکه اصلا نه یه فاز نوسانی طولانی مدت رو داشته باشه. و اینجا فکر کنم هولوش 51 دو تومن دیگه کف سکه باشه. من بعید میدونم دیگه قیمت سکه زیر 50 تومن بیاد، مگر اینکه میگم یه هیجان خیلی مثبت پیش بیاد. در این صورت دیگه حمایت 47 تومن داره که اگه برسه اینجا خیلی به نظرم حتی خریدش جذاب میشه و احتمالاً اگه به اونجا برسه حبابش هم میاد زیر 7-8% و توجیه خرید پیدا میکنه. ولی خب در کل برای سرمایه گذاری همچنان توصیه میشه که تا وقتی سکه حداقل بالای 7-8% حباب داره بهتره بریم طلای آب شده بخریم یا صندوق‌های بورسی بگیریم که حباب ندارن. خدا سراغ خود سکه به نظرم نریم بهتره، ولی خب اون طلا آب شده از هر جایی نخرید دیگه، خطرناکه. جایی باشه که امن باشه. خب بریم سراغ بورس. شاخص کل بورس کندل هفتگی این هفته در واقع اومد اون سقف داینامیک خودش رو شکست. عملاً اینو در نظر بگیرید که این سقفی که عبور کرده قابل پیش بینی بود که عبور میکنه. چرا؟ چون همین الانش نمادهای پتروشیمی که نمادهای بزرگی هم هستن تو بازار و تاثیر زیادی دارن متوقفن. از وقتی هم که اینا متوقفن بازار 30-40% رشد کرده. یعنی عملاً اگر در نظر بگیریم همین الان شاخص کل فکر کنم بالا رو هولوش 300-200 باید در نظر بگیریمش اگر پتروشیمی تو بازار بودن و این محدوده عبور میکرد. یعنی محدوده حالا مقاومت فیبوناچی هم که در نظر بگیریم هولوش 3,080,000 احتمالاً عملاً الان بالای این سطح هستیم. حالا این که اینا کی باز بشن یه کمی خب خراب میکنه کار تحلیل ما هم دیگه. اتفاقات خوبی تو بورس افتاده، تصمیمات خیلی خوبی گرفته شده که حمایت شده از کلیت اقتصاد و بورس، ولی این که همچنان این توقف نمادها بعد از این همه سال دوباره یه نمادی بیاد نصف، یعنی کل صنعت پتروشیمی رو ببندن تو بورسی که عمده‌اش رو پتروشیمی هستش، اونم 2-3 هفته بعدم بگن تا 2 هفته دیگه باز میشه، این دیگه من نمیدونم یعنی چی. اصلا حالا به هر دلیلی باشه باید اینا مجبور کنن ارائه بدن دیگه. اصلا توقف بازار مسخره است. الان اینا بسته هستن، بعد خود هلدینگاشون تو بازار بازن دارن معامله میشن. خب اونا از چه اساسی اونا رو بخریم بفروشیم؟ این یه کمی خراب میکنه کار رو. حالا همین محدوده نوسان 3% اینا حالا با 3% الان راحتیم داره میره بالا، دورم خوشحالیم دیگه، حالا مشکل نداره از این نظر برای ما که تو بازاریم. ولی خب یک کسی اگه بخواد یه سهم یه جا جابجا کنه متوجه میشه اصلا نمیشه. سهمی که میخواد بفروشی اون یکی سهم خریده، اصلا نمیتونی سهم جابجا کنی.
این نقشه‌بندی خراب میکنه تو بازار. این چیزی هم که میبینید هنوز ارزش معاملات بازار نسبت به سقف اردیبهشت ماه هنوز نصف سقف اردیبهشت ماه پارساله. میگم بیشتر دلیلش همین محدود 3%. امیدوارم اینا رو یواش یواش رفعش کنن. حالا 3% خیلی برای ما که تو بازار بودیم بد نبوده، کم هیجان بازار گرفته داره رشد میکنه دیگه، ولی خب خوب نیست برای بلند مدت. باید فکر به حالش بشه و این توقف از همه چیز بدتره که الان من خب نمیدونم پتروشیمیا کی باز میشن. ممکنه بازار الان بره تو اصلاح، اینا تو اصلاح باز بشن. زمانی که بازار تو اصلاح باز میشن خب اونایی که اونا رو داشتن که زیان میکنن، که یعنی خب میتونستن اونا بیان اینجا بفروشن پایینتر بخرن. مثلا الان چیزی که تو بازار داریم میبینیم، من اگر اون فاکتورها لحاظ نمی‌کردم تو کوتاه مدت اگه نگاه کنید این شاخص کل دیگه به نظر میاد هم رونده ذره کند شده داره با واگرای پیش میره، همین که به نظر یه سیکل 5 تایی کوتاه مدتی اتفاق افتاده دیگه. پس به احتمال زیاد بازار یه ABC باید بزنه، احتمال اصلاح زیاده. حالا بستگی داره اونا کی باز بشن. اومدیم مثلا هفته بعد باز شدن دیگه ABC در کار نیست. این یکم کار پیش بینی رو سخت میکنه تو این حالت دیگه. از اون طرف اگه باز بشن میتونه نرم بیا دوباره رد کنه، بیا سقفو بزنه و دوباره اصلا موج مثبت بیاره تو بازار. باز دوباره نمیدونیم این که میخواد باز بشه قراره بدون محدوده نوسان باز بشن یا با محدوده. اگه بدون محدوده باز بشن یهو بیا مثلا 20% بالا باز بشن، اصلا فشار فروش بعدش ایجاد میشه تو بازار، معمولا گپ پر میشن. اگه بدون محدوده باشه یا با محدوده باشه یه تقاضای شدید اونها ایجاد میشه، اصلا باز بازار میریزه به هم. این اتفاق جالبی نیست در هر صورت، ولی خب دیگه حالا این شکلیه. این چیزی که الان میبینم بخوام چارت رو نگاه کنم، احتمال این که حالا کم کم کمی مخصوصا سهم‌های بزرگ وارد فاز اصلاحی بشن که الان شدن. بازار رو نگاه کنید از این می‌بینیم اول بازار به سمت آخر دوباره خوشبینی میاد میخرن، ولی روند رو ببینید کاملا سهم‌های بزرگ دارن کندتر میشن. روند اون شارپی که داشتن داره ملایم‌تر میشه. وقتی بازار این شکلی میشه یعنی میخواد اصلاح کنه دیگه. خوبم هست، اشکال نداره. سهم‌های بزرگ مقداری میرن تو فاز اصلاحی، اینجا سهم‌های کوچیک توی مقطعی حرکت میکنه، یکم بازارم به توازن میرسه چون خیلی فاصله زیاد بود. اگر این شکلی بشه که مثلا سهم‌های بزرگ بیان بیفتن تو فاز ریزش، صفحه فروش بشن، فشار فروش سنگین روشون باشه، سهم‌های کوچیک هم نمیتونن رشد کنن. حالا قبلا هفته قبل دیدن گفتن نه اینا صفحه فروش شدن الان بریم اونا رو بخریم. اگه اینا این شکلی بشن خب بازار میترسه اونا رو نمیخره. ولی اگه مثل الان باشه ملایم شروع کنن اصلاح کردن، کم کم بازار میره اعتماد میکنه که آقا ریزشی در کار نیست، بعد میاد سهم‌های کوچیک‌تر هم میخره و حرکت میکنه. شاخص هموزنم که ببینید با کندل خوبی اومد سقف خودش رو زده دیگه. حالا رو مقاومت هم بود، هم مقاومت فیبوناچی به نظر موج سومش هم بود. خب با قدرت خوبی عبور کرد، میتونه تا این حوالی هم برسه. فعلا به نظر میاد حالا یکی دو هفته شاید سهم‌های کوچیک وضعیت بهتری داشته باشن، ولی اینکه بازار تغییر پارادایم داده باشه از سهم‌های کوچیک از بزرگ به کوچیک هنوز من بعید میدونم، چون همچنان پتانسیل بنیادی خوبی وجود داره رو سهم‌های بزرگ. همین که ما حالا اگر نمودار نسبی شاخص کل به شاخص هموزن ببینیم، ببین وقتی تو فازهای رشد هستیم ببینید دیگه ریزشیه یعنی کاهشیه، یعنی شاخص هموزن نسبت به شاخص کل تو فازهای رشد خیلی قوی‌تر پیش میرفته. الان تقریبا اینجوریه، یعنی این مدتی که بازار نوسانی بوده مثلا این چند ساله یا حالت رنجی بین این دوتا بوده، الان هم رونده این شکلیه، یعنی هنوز چیزی نشون نمیده که ما بگیم که سهم‌های کوچیک بخوان قوی‌تر پیش برن، مگر یعنی تو این فاز تا بزرگا بهتر بودن، مگر اینکه بیاد آخرین کفه به پایین بشکنه دوباره بگیم نه سهم کوچیکا دارن خیلی قوی‌تر پیش میرن. فعلا به نظر بازار داره متناسب و متعادل پیش میره، حتی به نفع همچنان سهم‌های بزرگ داره حرکت میکنه. خود اسیلاتور هم ببینیم همچنان صعودیه این رونده، هنوز زوده. اگر این به حال رفت بالا صعود نزولی شد باز میتونیم بگیم یه مقطعی اونا بهتر باشن. پس در کل توصیه من اینه که یه توازنی از سهم‌های بزرگ و کوچیک تو سبدتون داشته باشید. سعی نکنید از بازار نوسان بگیرید مگر اینکه خیلی حرفه‌ای باشید. از ترکیب از هر دو تا داشته باشین که سود کنید دیگه. اگه بخواید بالاتر هی سهم بفروشید جابجا کنید، حتی می‌بینیم توی یه گروه مثلا تو گروه پالایشی هم بین گروه‌های مختلف دائم داره میچرخه. یه بار شبندر اصلا لیدر میشه با قدرت پیش میره، بعد یهو روز بعدش میبینیم نه اصلا عوض شد، مثلا بقیه دارن میرن بالا این میاد پایین، یا قبل از این برای شتران بود.
من اول فکر کردم خب نه سهمی که این شکلی قوی داره پیش میره تو بازار یه اتفاقی توش افتاده، ولی نه، مثلا اینکه اصلا یه حرکت‌های سفته بازی کوتاه مدت، پول میره خارج میشه میره یه گروه دیگه. پس خیلی اینا هم به نظر جدی نباید بگیریم و اون سهمی که حالا با بنیاد بهتره، نمودار بهتر داره بگیرید نگه دارید. خیلی دنبال این نباشید که همه سود بازار رو تک تک نوسانات رو بگیرید. سبد متوازن داشته باشید عقب نمیمونید. برام اینم نمودار دلاریه، شاخص هست یا شاخص کل به دلار. خط روند نگاه کنید، نفت تقریبا شکست، یعنی کم کم میشه انتظار داشت که دلار بورس بهتر از دلار باشه تو روند کلی، ولی برای تغییر روند اینجا نگاه کنید واگرای مثبت هم وجود داره دیگه. این آخرین سقف اگه زده بشه میشه بگیم که مطمئن تر. اگه هفته بعد مثلا دلار یه اصلاح کنه، بورس یه حرکتی بزنه، این رونده رو با اطمینان بیشتری میتونیم بگیم که تغییر فاز اتفاق افتاده. در غیر این صورت میتونه نه تا مدت زیادی همچنان نوسانی باشه، همین حالتی که هست پیش بره. این هم نمودار سکه هست، شاخص کل به سکه در واقع، که خب نزولی بوده تا اینجای کار. این مقطع میبینید تا اینجای کار بورس بهتر از سکه بوده، ولی تا وقتی که این محدوده که مشخص کردن به بالا شکسته نشه هنوز نمیتونیم بگیم روند عوض شده و سهام بهتر از طلا هست. ولی اگه این به سمت بالا شکست، میشه گفت از نظر تکنیکالی حداقل انتظار داریم مثلا در طول چند ماه آینده تا یک سال دو سال آینده یه مقداری سهام بهتر از طلا باشه. ولی فعلا هر هفته اینو رصد میکنیم، اتفاقی نیفتاده، اتفاق معنی داره نیفتاده، رشد اتفاق افتاده ولی تغییر فاز و تغییر روند رو هنوز ندیدیم. پس این نمودار مهم من هر هفته چک میکنیم برای اینکه ببینیم وضعیت چطوریه. خب گفتم یکی از راههایی که حالا شما بخواید بازار رو بررسی کنید استفاده از صندوق‌های شاخصیه. شاخص کل تا وقتی می‌بینیم شاخص کل سعودی هست، یکی از صندوق‌های شاخصی که تو بازار داریم صندوق وبازاره. وبازار مال کارگزاری خودمون هست، سهم‌آشنا است و خیلی نمودار قشنگی هم داره، یعنی خیلی تکنیکالی تر از شاخص پیش میره و مخصوصا اگر تردید داره که چه سبدی بشین چه سهمی بخرید، میتونید از این صندوق‌های شاخصی استفاده کنید. جایی که احساس میکنید شاخص کل بهتر پیش میره، مثلا میتونید بیاید رو وبازار و صندوق‌های شاخصی دیگه. و جایی که حالا احساس کردید که شاخص هموزن بهتر پیش میره، مثل حالا تو طول هفته گذشته یه شاخص هموزن هم داریم که شاخص هموزن کیان هستش. اینم من دیروز بود فکر کنم رو کانال، پریروز 2 روز پیش بود که پیشنهاد دادم که حالا بخریدش روی گروه، ببخشید روی گروه خصوصی که مال مشتری کارگزاری هست. با توجه به اینکه احساس کردیم سهم‌های کوچیک دارن پیش میرن، اینم خوب پیش رفت و ببینیم 3 روز صفحه خرید خوب داشت دیگه. میتونید از شاخص‌های هم چه شاخص چی میگن صندوق‌های شاخصی که مربوط به شاخص کل هستن مثل وبازار، و هم جایی که احساس میکنید هم وضع بهتر پیش میره از شاخص‌هایی مثل شاخص کیان استفاده کنید. اینا هم گزینه‌های جذابی هم به بازار اضافه شده، صندوق‌ها زیاد هستن، خوبه اینا. مثلا گروه دارویی الان همش صف خریده، یه صندوق فارماکیان مثلا گزینه خوبیه تو شرایط این شکلی که بخوایم اگر نمیدونیم حتی کدوم دارویی انتخاب کنیم، میتونیم صندوقشون رو بخریم از رشد بازار استفاده کنیم. مثلا برای دید کوتاه مدت و نوسان این صندوق‌ها خوبن. خب شاخص بانک‌ها اومد سقف تاریخی خودش رو زد با لیدری بانک ملت. در واقع بانک ملت با اختلاف خیلی بهتر از سهم‌های دیگه معامله شده گروه بانکی توی تقریبا حتی 2-3 سال گذشته، مخصوصا توی این فاز آخر خیلی قوی‌تر پیش رفت. اومدن سقف خودشون رو زدن، می‌بینید. ولی کندلا رو که نگاه کنید، کندل هفتگی یکم داره ضعیف میشه. وقتی این شکلی میشه معمولاً تو حالت نرمال یه اصلاح داریم، شاید یه پول بک اصلاح داشته باشیم که فرصت خرید هست و نگرانی هم نداره. به نظر سهمی مثل بانک ملت یا دارای کم مشکلی نداره همچنان برای نگهداری، خرید و نگهداری. حالا اصلا دوستانی که طول مدت دارن، الان این بانک ملته، یعنی روی سقف مقاومت دینامیک داره بازی میکنه، نه افت کرده نه رشد کرده. حالت بدبینانه اینه که اگه بازار اصلاح کنه حتی پول بک بزنه به این سقف قبلی خودش، خود تا اینجا افت کنه اصلاح بزنه خیلی دیگه حالت بدبینانه نشه، یا اینکه نه یه مدت بازی کنه حرکت کنه، یا اگر بازار پشیمون شد خواست ادامه بده به حرکتش، بیاد بالای این محدوده تثبیت بشه و به اهداف بالاتر برسه. برای اینکه حالا
یه مقدار حمایت‌ها و مقاومت‌ها رو بهتر ببینیم روی سهم بانک ملت، حتما توصیه می‌کنم نمودارهای تعدیل نشده رو هم ببینید دوستان، برای مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم. الان خیلی جالبه و حتی سیستم ایچیموکو هم به نظرم توی نمودارهای تعدیل نشده به کار ببرید، نتایج جالبی داره. اینجا نگاه کنید، با اینکه این تعدیلات و گپ‌ها وجود داره، الان بانک ملت اینجا متوقف شد دیگه روی این مقاومتی که الان هست. هیچ حمایت هیچ مقاومت قیمتی اینجا ما نداشتیم، ولی فعلا تورم رو می‌بینید اینجا باعث شده اینجا بمونه. حالا دو حالت داره، یا یه مدت اینجا درجا بزنه نوسان کنه تا حرکت بعدی رو بزنه، یا اینکه نه بره بالا این تثبیت بشه و بره برای تارگت بعدی. تارگت بعدیش هم اگه با نمودار تعدیل نشده ببینیم که خیلی هم خوب بهش واکنش داده، به نظر اولش 550 تومانه که این محدوده رو به راحتی می‌بینه تو روند صعودی بازار. حالا اگر اینجا رو رد کرد میتونیم اهداف بالاتر هم براش تعیین کنیم که اون نیاز به بازار خیلی خوب داره، ولی فعلا چیزی که منطقی است به پی بی معقول برسه هولوش 500 تا 550 رو باید هم ببینه دیگه. اینم صندوق دارایی کمه که خب خیلی روش تاکید کردیم که اگه ریسک گریز هستید اینو داشته باشید. خب خیلی هم خوب رشد کرد. اینم رشد کرده، اینجا کند شده، ممکنه حالت پول بک رو داشته باشه. اینم حمایت قویش هولوش 24 تومنه، اگر برسه خیلی خوبه برای خرید. حالا مطمئن نیستم برسه. مقاومتش هم سقف 34 تومنه اینجا. حالا ما اینو از این پایین پیشنهاد دادیم و خوبم رشد کرده دیگه. خوبم حمایت میشه. یعنی به نظر میرسه قصدشو دارن که برسن به اون ارزش NAV خودشون. کمی قبلا هم گفتم این زشته هستن، این زیر NAV موندن یه سهم قابل معامله تو بورس اصلا چیز عجیب غریبه که این به نظر قصدشو دارن که اینو برسونن. اینم چون محدودش 3% اصولا باید 2 برابر بقیه باشه. اگه این 6% بود الان شاید راحت‌تر پیش میرفت. چون الان تو دور رشد این 3% مثبت میخوره، از اون بانک ملت هم 3% مثبت میخوره. فکر کنم 53% بانک ملت این داره. یعنی عملاً باز اون گپه فاصله باقی میمونه. اینکه الان بهتر از بانک ملت معامله میشه دلیلش هم همینه دیگه. میخوان به ارزش برسه. حتی اون داره افت میکنه، اینم رشد میکنه که یکم قیمت معقول تر بشه. شاید توی مقطع این بهتر از همه بانکی‌ها باشه. صندوق داشتن هنوزم ارزش رو داره. مثلا اگر یه اصلاح بزنه که خیلی توجیه تکنیکالی خریدم براش باقی میمونه. شاخص خودرویی ها خب اومد از این ابر هفتگی رد شده، یکم گیر تکنیکالی میبینید اینجا داره و یکم بالاترش هم باز همینطور. یعنی مقاومت داینامیک وجود داره. میشه گفت اگر این محدوده رو به بالا بشکنه یه روند قوی‌تر تو خودروی شکل بگیره. گروهای خودرویی معمولاً تو اون فازهای اواسط بازار رشد قوی رو میزنن. تو فازهای اولیه یه کمی عقب‌تر میمونه از بازار، ولی تو فاز بعدی بهتر میشه. اینا البته رشد خوبی کرده بودن. به نظر میاد با توجه به کند شدن روند نیاز به یه اصلاح تو خودرویا باشه. خود نمودارهای روزانه‌شون هم که نگاه کنیم واگیر منفی واضح دارن. اینا میران خودروه. حالا میگم خیلی نیست این اصلاح. مثلا ایران خودرو بین 340 تومن تا 330 تومن میتونه محدوده حمایتی باشه. فکر نمی‌کنم خیلی پایین‌تر بیاد. مگر اینکه میگم بازار افت کنه بخواد بیاد تا این پایین که بازم اتفاق بدی نیست، یعنی فرصت خرید ایجاد میکنه. نظر من اینه که یه مقدار نقدینگی پشت دستتون داشته باشید. شرایطی که الان هست، مخصوصا اگر اعتبار دارید، دوستانی که اعتبار دارن به نظرم با اعتبار مثلا اینجایی که انتظار داریم بازار یه فاز اصلاح احتمال داشته باشه که داشته باشه، اعتبار رو نقد کنید داشته باشید، دم دستتون ضرر نمی‌کنید. یا حتی اونا که اعتبار استفاده نمی‌کنن یه 15% 20% نقدینگی داشته باشن که همیشه قرار بود داشته باشیم، به کمکمون میاد. الان ما اگه نقد نبودیم مثلا این 2-3 روزه هم شاخص هم وزن بود، هم وزن کیان بود، فرصت داد بخریم، هم جوان کوچک بود. خب من تو گروه خصوصی هم پیشنهاد دادم بخریدش توی مقطعی، برای کوتاه مدت جذاب بود دیگه. هم دوباره مثلا فارماکیان رو میشه، حالا من خودم سرخطی گذاشتم شد بخریم. این یه فرصت اینجوری هست، اگه نقدینگی باشه آدم میتونه استفاده کنه. یعنی مطمئن باشید ضرر نمیکنه. یه مقدار پول نقد دستتون باشه همیشه یه فرصتی بازار میده که اون فرصت نابیه، مخصوصا اونایی که علاقه دارن کوتاه مدت استفاده کنن براشون جذابه. از یه طرف اگه رو به بالا بخرید، مثلا با اعتبار بالا بخرید، بازار بره تو اصلاح، چی سود کرده بودین از دست میدید. اینو حواستون باشه. اگه کسی اعتبار میگیره، اعتبار مال این نیست که ما سهم بخریم نگه داریم. واقعیتش اعتبار به درد یه نفر حرفه‌ای میخوره که بتونه باهاش کوتاه مدت کار کنه. وگرنه در غیر این صورت اگر حتی بازار سعودی هم باشه تو فازهای اصلاحی میاد پورتفولیوتون رو سودش از بین میبرید دیگه.
بازار اسلام میکنه، ممکنه کف اسلام شما چون مدت زیادی حسابتون راکت مونده باشه، همونجا بیاد کارگزار مجبورتون کنه که با تصفیه کن، هیچ کارشون نمیتونه کنه. پس اینو حواستون باشه، با اعتبار کار کردن درسته که تو بازار سعودی جذابه، ولی خب ریسکای خودش هم داره. یکی از گروهایی که خوب حرکت کرد تو این مقطع گروه دارویی بود که به خاطر افزایش نرخش خیلی تکنیکالی خوبم پیش رفتن دیگه. حالا از این محدوده شروع کردن حرکت کردن، یعنی ABC زده بود که موج CM قشنگ 5 تا رو زده بود و شروع کردن قوی پیش رفتن، رسیده به سقف تاریخی خودش. ولی با این صفحه خریدی که دیدم داشتن، احتمالاً اینا میان این محدوده رو میشکنن و رد میکنن. گروه دارویی سهم خوب توش زیاد هست. من حالا اگه سهم نتونستین انتخاب کنید، این فارماکیان البته صندوق شاخص دارویی که خب خیلی داره، خیلی هم رشد کرده. البته حالا بگم اینجا بخرید کمی ریسکه، ولی خب سهم کلا یه جوریه که روزی 200 میلیون صفحه خرید داره، مثلا در 15 میلیون 20 میلیون بیشتر عرضه نمیکنه. البته وقتی اینجوری پیش میره این سهم رشد خواهد کرد، ولی تارگتش کجاست؟ تو سهمایی که این شکلی هستن و نمیشه مقاومت چی میگم بهش تارگت براش پیدا کرد، بهترین کار اینه که از مووینگ اوریج استفاده کنید. مثلا اگر اوایل روند وارد شده باشید، بذارید پیش بره، با روند پیش برید، هر جای مووینگ اوریج خروج داد باش خارج بشید، هر جای کراس نزولی داد خارج بشید. البته میگم مثلا همین که اینطوری پیش میره، اگه خروج داد خیلی بخش زیادی از سود از دست میدید مثلا این جایی اگه بخواد وارد بشید، ولی اگه اول روند باشه اشکال نداره. یا اینکه اگر خب میخواد این شکلی باشه، مثلا این 926 به جای 926 بیاید مثلا 918 استفاده کنید، یا بیاید کوچیک‌ترشون کنید، مثلا 94 بذارید تا وقتی که این خروج نداده واسه هم همراه باشید تا تارگت بتونه براتون نشون بده. از سهمای خوب دیگه گروه دارویی دزهراویه، نمودار تکنیکالی خوبی داره، ببین تازه خط روند رو زده، تازه رفته بالای ابر هفتگی، فکر کنم وضعیت بنیادی هم مناسب باشه. فکر کنم از اون سهمایی که بیشترین تاثیر مثبت هم گرفته از این افزایش نرخه و اینم سهم جذابیه. فقط بعدیشون اینه که یکم نقشه‌بندیشون پایینه دیگه، سخت خریدنش، از اون ور اگه سخت فروش رو سخت فروختنش. ولی گروه دارویی نگاه کنید، این سهم‌ها به درد خرید و نگهداری بلند مدت میخورن. ببینید وقتی که شروع میکنن بالا رفتن معمولا روندهای خوبی دارن. اینم به نظر میاد که نگاه کنید یه موجی زده، یه ABC زده و جا داره دیگه، تازه خط روند زده و اگه فرصت بده گزینه بعدی نیست. من حالا تارگت اینجا تعیین نکردم، ولی اگه سقف قبلی در نظر بگیریم فکر کنم میشه اولش 1000 تومان. شاخص گروه کانال فلزی رو خب فکر کنم تو کانالم من گفتم یه جایی بود که بعد از مدت‌هایی که اینا تو فاز رکود بودن، شرایطشون هم خوب نبود، وارد یه فاز افزایشی شدن، خوبم معامله میشن، کشاد که گل دارن، خوب پیش میرن و میشه انتظار داشت به سقف این کانال برسن. الان اواسط راه ممکن اصلاح داشته باشن که فرصت خریده و اینا هم گزینه‌های بدی نیستن. حالا تو سبدتون از این گروه کچاد یا کگل داشته باشین بد نیستن. اینم نگاه کنید کچاده، سهم کچاده که بالای ابر هفتگی تثبیت شده، یه پولبک هم زده به این محدوده حمایتیه و اگر شاخص بخواد اصلاح کنه خب یه افت دیگه میکنه، فرصت خرید میده. در غیر این صورت میتونه موج بعدی رو بزنه، ولی احتمال اینکه حالا هفته بعد یکم طولانی‌تر باشه این فاز اصلاح وجود داره. شاخص فلزات اساسی روی سقف خودشه، یه مقدارم رونداشون کند شده، احتمال داره سهم‌های فلزی مقداری وارد فاز اصلاح ملایمی بشن، چیزی از جنس پولبک به این سقف قبلی. حالا فولاد رو ببینیم که تقریبا حالا لیدرشون هست، برخلاف اون شاخصه اومده بالای مقاومت داینامیک تثبیت شده، ولی خب میتونه برگرده پایین و اگه برگردم اشکالی نداره. نکن حداقل 23% این موج رو اصلا باید اصلاح کنه. حالت بدبینانه اینه که بیاد آقای ABC بزنه، مثلا برسه به سقف قبلی که معادل 38% که میشه 520 تومان. اگه برسه فرصت خرید خوبیه، ولی برای کسی که میخواد بلند مدتی روی این سهم هست فکر نمی‌کنم حالا این مقدار اصلاح مشکل ایجاد بکنه. یکی از گزینه‌هایی که حالا پیشنهاد داریم تو سبد باشه فولاد یا فامیلی، یکیشون باشه که الان فامیلی از اون افزایش نرخ ارز توافقی خب بهره بیشتری هم میبره. حالا میتونید به جای فولاد فامیلی رو انتخاب کنید، تقریبا نمودارها مشابه، اون وضعیتش خوبه. سهم سبزوار هم ما اول سال پیشنهاد دادیم به عنوان گزینه بلند مدتی که سود تقسیم خوب داره، یعنی به دیده سالی که خیلی سهم خیلی چی میگم رفتارش خیلی جنتلمنانه است، یعنی
تو افتا خیلی هیجان نداره، تو رشدم راه خودشون میره، یعنی خیلی ملایم. من اینجور سهم‌ها رو دوست دارم. حالا نزدیک به این تارگت تکنیکالی که حالا داشتیم، ولی خب سهمیه که آهسته پیوسته پیش میره، به درد خرید و نگهداری بلند مدت میخوره، چون سود تقسیمش هم خوبه، معمولا تو ریزش سنگین نمیکنه. مدل سهم‌های بی‌حاشیه بازاره، اینم حالا تو سبد باشه بد نیستش. تو گروه فلزی عرفه هم گزینه خوبیه. عرفه هم آیساده گفتن از اون سهمایی که خب تاثیر مثبت میگیره از این افزایش نرخ دلاره. احتمال داره فاز اصلاحی دیگه داشته باشه به این محدوده ها که اگه برسه تو این فاز اصلاح تو هفته آینده گزینه بدی نیست. اگر دنبال سهم کوچیک‌تر هستید از گروه فلزی، عرفه هم میتونید انتخاب کنید. یعنی به نظرم مثلا اگه دوتا میخواید انتخاب کنید، ملی مثل عرفه انتخاب کنید، به جای اینکه ملی مثل فولاد یا دوتا بزرگ انتخاب کنید که یکیش کمی ریسک بیشتر کرده باشید، کوچیک‌تر باشه، شاید تو فاز رشد قوی‌تر بشه. شاخص فرآورده نفتی سقف خودش رو زد، با کندل خوبی هم زد، ولی خب خورد به مقاومت. دقیقاً عین شاخص کل، عین سهم‌ها اینجا مونده. حالا شاخص نفوذ کرده، احتمالاً بره بالا پول بک بزنه، این قبل این بیاد پول بک بزنه رد کنه. به نظر میاد یه اصلاحی نیاز داره. حالا سهم شبن دارم که نگاه کنید، یه همچین حالتیه. این با این کندل زده 2 هفته است این شکلیه، ضعیفه. وقتی این شکلی میشه حالت معقول اینه یه اصلاح بزنه. ولی اصلاح زیادی هم واقعیتش نیست دیگه، در حد چند درصد که فرصت خریدم به حساب میاد به احتمال زیاد. وضعیتشون خوبه دیگه. این بازار رشدی نکرده، کل این رشد اینقدر بوده. یعنی به نسبت حرکت‌های قبلی نگاه کنیم، چون شاید محدود 3% هر روز بازار مثبت، فکر کنم خیلی رفته بالا. نه اونقدر نیست. هفته قبلم گفتم حتی به اندازه خود دلار نیمه هم رشد نکرده، یعنی اختلاف دلار که چی میگمش، دلار توافقی هم رشد نکرده. سهم شبنده رو اومد سقف خودش رو زد، دقیقاً شبیه همون نموداره و به نظر میاد به اصلاحی نیاز داره با این دوتا کندل هفته‌ای که زده و ممکنه فاز اصلاح داشته باشه. میتونید روی این سهم‌های سیو سود داشته باشین که قیمت پایین‌تر بخرید، ضرر نداره. سیو سود رو اگه داشته باشید، حالا نهایتاً این سهم رو نتونستید بخرید، یکی دیگه شو میتونید بخرید، شاخصش رو میتونید بخرید، پالایشی میشه خرید، گزینه زیاده تو بازار. اینم سهم شترانه. خب اینم به نظر می اومد این محدود مقاومتش شکسته باشه، ولی خب گیر کرده الان و به نظرم اینم یه اصلاح میکنه. این اشکال نداره بره بالا برگرده پایین، این یه به نسبت این موجه باید اصلاح کنه. حتی این اگه موجه اول باشه تا نصف و حتی 60% این موجه هم میدونه اصلاح کنه، تو روند کلی اخلال ایجاد نمیکنه. ولی خب اگه کامل هیچ نقدینگی دم دستمون نباشه، این بخواد نصف این فاصله رو اصلاح کنه، بازار آدم اذیت میشه دیگه. این سهم تاپیکو خب خوب پیش رفت، رسید به سقف کانال، قوی هم رد کرد، ولی خب گزارش ستاره خلیج فارس اومد تو بازار یکم زیادی پیازدارش زیاد کردن دیگه، گفتم فاجعه بوده و فلان شد و این حرفا. خب اینا در نظر بگیرید تاپیکا اول نصفش پتروشیمیه، پتروشیمی هم الان انتظار داریم سودشون بره بالا. از اون طرف هم گروه پالایشی حاشیه سودشون خیلی پایینه، کوچکترین تغییر نرخی یهو میتونه اصلا سود اون ستاره خلیج فارس رو زیر و رو کنه که بگیم وای دیگه مثلا خیلی خراب شده و زیادی. به نظرم میاد تعمدی بود، زیادی بولدش کردن تو بازار. این سهم خوبیه. حالا بلند مدت اگه نگاه کنید، روند قبلی رو نگاه کنید، تو این کانال هم داره پیش میره دیگه. این حرکت اولشه. حالا شاید بیاد حتی پولبک کامل بزنه به این سقفه، چون جو خیلی منفیه، ولی به درد خرید و نگهداری میخوره. یعنی اگر این منفی خورد، تو منفی‌ها فرصت خرید بدونید براش و مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. اصلا مطمئنی اگه بخواد تاپیکو بریزه که اصلا کل بازار میریزه دیگه. این شکلی نیست که حالا بخواد تاپیکو رشد نکنه. اینا تو حرکت اول خیلی قوی پیش رفت. این گزینه امنی است، نگرانش نباشید اگه توی سبد دارید. مثلا الان که حالا پتروشیمیا نمیشه خرید. من فکر میکنم اگه پتروشیمیا خب باید ببینیم چطوری باز بشن. اگه پتروشیمیا بیان با محدوده نوسان باز بشن که خیلی عجیب غریبه اگه اتفاق بیفته و صف خرید سنگین رو اونها ایجاد بشه، بازار چون اونها رو نمیتونه بخره، میاد تاپیکو میخره، باز میاد هولدینگای داره میخره، اصلا کار نداره که این رشد کرده حالا کجاست دیگه، وقتی اونها نتونه میاد میخره. این اتفاق میتونه تاثیر مثبت روش بذاره. ولی اگه نه اون شکلی برن که بالا باز بشن و بخوام برن تو اصلاح،
باید صبر کنیم یه فاز اصلاح توی کل بازار احتمالاً اتفاق میفته. تاپیکو هم نمودار تعدیل نشدهش رو که ببینیم تقریبا اینجا که هست، اینجایی که هست حمایت خوبیه. اگه این محدوده رو از دست بده تا این سطح پایین ترش که حدود 170-75 تومانه میتونه اصلاح کنه، ولی خب خیلی باید شرایط بازار بد باشه که این بخواد تا اینجا برسه. پالایش یکم هم خب با یه گپ خوبی باز شده بود، به نظر میاد یواش یواش بخواد این گپ رو پر کنه. پالایش یکم اگه برسه به دوباره به محدوده 16 و 500 تا 16 و 300 گزینه جذابیه برای خرید، یعنی این گپ های پر کرد خیلی خوبه برای خرید. اینم خوب پیش رفت، اومد سقف رو حتی خواست بزنه ولی نتونست و مونده. حالا تقریبا میشه گفت بالای سقف مونده ها. این بازار نمیشه گفت، ممکن هفته بعد یه دفعه کندل سعودی قوی این شکلی بزن اصلا کل این واگرایی و اون چیزی که میبینیم بره رو هوا، ممکنه خبر مثبتی رو بشه همونطور که بوده دفعات قبل. ولی ریز موجا رو که نگاه کنیم به نظر میاد این 5 تا ریز موج زده آخر کاری واگرایی هم تو اکثر سهم‌ها داره شکل میگیره و ممکن اصلاح کوتاه مدت داشته باشه که حالا ترس نداره، واقعیتش این اصلاح چیز نرماله. سهم شاوان هم سهم خوبیه تو پالایشی ها، به نظر میاد اینم اگر یه اصلاحی، یه پول بکی، اصلاحی چیزی تا این محدوده ها هولوش 2100 تومان داشته باشه جذابه برای خرید. جزء پالایشی خوبه. اینم فکر میکنم کوچیک‌تره، یکم ریسک نقشه‌اندگیش بیشتره نسبت به اونها، ولی وضعیتش اینم مناسبه، هم تکنیکالی هم بنیاد شرایط بد نیست. سهم کوتاه مدتش این تایم هفتگی بود اینجا گذاشتم، تایم فریم روزانه احتمالاً یه ای بی سی این شکلی بزنه اگه افت کنه تو این فازی که نزدیک میشه به اولش 200. به نظرم حتی به دید کوتاه مدت جذابه برای اینکه نوسان ازش بگیرید. شاخص شیمیایی نزدیک به این سقفه که خب میدونیم دلیلش اینه که عملاً این سقف زده شده دیگه اگه سهم‌های زیر مجموعش باز بودن، چون اینا متوقفن اینجا مونده. اگه باز بود میتونستیم الان بگیم اینجا هست. روندش خوبه و با توجه به اینکه حالا پتروشیمی باز بشن بالاتر باز میشن عملا این کانال رو شکسته و شرایط بنیادیشون هم خوبه و به نظرم از پتروشیمی حتما تو سبد داشته باشید. از سهم‌های کوچیک که همه‌دار رو ما روش تاکید داشتیم، خب از اول سال منتظر تغییر فازش بودیم. این تغییر فاز اتفاق افتاد، من هفته قبلم تاکید کردم روش و خوبم تغییر روند داد. امروز تپ خرید خوبی هم شد. این سهم کوتاه مدت مشکلی تا 400 تا 411 تومن این سقف نداره، ولی خب اگه نمودار بلند مدتش رو ببینیم این سهم اگه راه بیفتن تو فازهای رشد معمولا تو گذشته هم می‌بینیم رشدهای خوبی دارن، به درد خرید و نگهداری میان مدت میخورن و به نظرم الان کم کم جایی هست که میشه تو ترکیب سبد داشته باشیدش. کپارس هم همینطور. کپارس هم نگاه کنید نمودار بلند مدتشه تا این فرمی ماهیانه حرکات وحشتناکن، یعنی حرکتی که اینجا زده یا این رشدی که داشته، من نمیگم این رشد رو بزنه، یه درصدی از این رشد هم بخواد توی این حرکت بزنه توی روند میان مدت و بلند مدت میتونه بازده خوبی داشته باشه. اصلا کار ندارم به شرایط بنیادیش رو، این کانال رو دارم میبینم، چون معمولا این حرکتی بخواد اتفاق بیفته حداقل 38% این موج اتفاق میفته دیگه. تو بازار حرکت‌ها نسبت موج قبلی تناسب دارن. حالا فعلا تارگت تعیین نمی‌کنیم، ولی اگر این اومد سقف این آخرین سقف رو که حالا شبیه مثلثی هم هست به بالا شکست، میشه بگیم که روند قوی شروع میشه. تایم فریم پایین‌ترش هم ببینیم هفتگی نگاه کنید اینجا هست، این اومده این محدوده رو زده، پول بک زده، داره حرکت میکنه. الان نگاه کنید صف خرید سنگینی نمیگیره، به زور داره مثبت میشه ولی حرکت میکنه. اگر این محدوده رو بزنه کم کم میتونه شتاب بگیره این روند رشد. حالا تحت نظر داشته باشید، بد نیست، شرایط بنیادیشون هم مناسبه، جزء اون سهمایی بود که تو سبد اول سالمون هم بودن. خب همین، من نکته دیگه ندارم. حالا راهی ارتباطی با همونم حالا کانال تلگرامی تحلیل آنلاین هست و تلاگرام که میشناسیدش، دیتای بازار طلا رو ارائه میدیم و سایت تلاگرام. و اینکه حالا من عرض کنم خدمت دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، ما برای مشتریای کارگزاری یک گروه اختصاصی داریم. این خدماتی که ما داریم میدیم رایگانه دیگه.
هر 2 هفته یه بار داریم وبینار سهام برگزار میکنیم، ماهی یه بار وبینار طلا و ماهی یه بار هم وبینار مسکن رو داریم برگزار میکنیم که برای همه رایگانه. حالا بین این 2 هفته برای اینکه بخواید اگه دوست داشتین با ما در ارتباط باشید و حالا باز اگر موقعیتایی بود تو طول هفته اتفاقی افتاد بتونید اطلاع رسانی کنیم، بیشتر یه گروه حالا هم گپی هست که با دوستان داریم، سوالی میپرسن جواب میدیم، هم یه کانال خصوصی هست که اونجا من این تحلیل رو آپدیت میکنم مرتب. و اگه مایل باشید میتونید حالا به آیدی خانم صبوحی که میفرستن رو گروه پیام بدید و حالا با ما همراه باشید توی اون گروه. هم خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم. من عرضه دیگه ندارم، در خدمت آقای مهندس اکبری باشیم. بخش سوم آقای